این نشانه های بارزش اینه که شما جوانهایی که مال نسل جدید هستید روحای بسیار آگاهی هستید و خیلی برای من جالبه. من قبلا هم گفتم تو مشاوره ها 80% بچه‌هایی که از من مشاوره میگیرن زیر 30 سالن و این خیلی قشنگه. و خب حتی پدر مادرهای اینا که مال نسل‌های قبل‌تر هستن اصلا تو فکر این نیستن که خودشون رو تغییر بدن، کلا تو یک فضای دیگری هستن. و خب این نشون میده که خب بچه‌ها تو سنهای جوانتر اولا که روحای خیلی آگاهتری هستن که به این دنیا اومدن و دنبال آگاهی هستن، به علاوه این که به هر حال انرژی ها رو به تغییر و قوی تر شدنه در تمام سیستم ها، در تمام ابعاد و همچنین در بعد فیزیکی. به همین جهته که تکنولوژی خیلی داره سریع رشد میکنه، چون این آگاهی براشون میاد که به اطلاعاتشون کمک بکنه. و خب این اطلاعاتی که از طریق دنیای مجازی و چیزهایی که دسترسی دارید و اینترنت، این به بچه‌های نسل جدید خیلی کمک کرد که بتونن که تو مسیر آگاهی باشن، بتونن بهتر بدونن که چی کار بکنن. و این قضیه که حالا میگم روحای جدید اینجورین، آگاهی خیلی داره رشد میکنه، ولی اتفاقی که سالیان خیلی زیاد هزاران سال افتاده و همچنان پایش هست و داره رو به این میره که اینها تغییر بکنه اینه که یک سری باورهای خرافی، افکار پوسیده، چیزهایی که هیچ پایه و اساس منطقی و علمی و درستی نداره سالیان زیادی توی نسل به نسل، سینه به سینه بین آدم ها گشته و بهشون رسیده و چشم بسته خب ترجیح میدن که این رو قبول بکنن. همیشه میگم آدمی که تنبله جای تحقیق کردن ترجیح میده تقلید بکنه، چون براش راحت تره، اصلا براش میره تحقیق بکنه. گفتن اینجوری و داره انجام میده و نمیدونه در پس این قضیه چی هست و فقط اتفاقهایی که در پیش رو داره در کوتاه‌ترین زمان نگاه میکنه، اون چیزی رو که دستاوردی رو که به دست میاره چه چیزی هست، بیشتر از اون رو نمیخواد، گسترده تر از اون رو نمیخواد، یعنی متوجه نمیشه چون آگاهی نیستش که من اینی که به دست آوردم بعدش چه اتفاقی افتاد. و این چیزیه که در تاریکی متوجه نمیشن. اگر که کسی در مسیر نور و آگاهی باشه متوجه میشه که داره بر چه اتفاقی میفته، که من این رو به دست آوردم